اگر خدا همیشه با ماست، چرا گاه احساس میکنیم دور از او هستیم؟ شاید تنها به یک نگاه صادقانه به درون خود نیاز داریم. سلام، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه تحول در زندگی. موضوع برنامه امروز ما ارتباط با خداوند متعال است. رابطه با این موضوع ما گاه مسائل روانشناسی را جناب احمد شاداب سروری رو با خود داریم. شکر، سلامت باشیم ران عزیز. بارلاها از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، نکند فرق به حالم. چه بخواهی چه برانی، چه به اوجم بکشانی. نه منانم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه منانم که ز فیض نگهت چشم بپوشم. نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. درود و عرض احترام دارم نثار شما، نثار همه بیننده های عزیز و دوست داشتنی ما. امیدوارم شاد، پر انرژی و موفق باشید. بسیار زیاد تشکر از شما جناب سروری صاحب. خب موضوع برنامه امروز ما مهمتر است ارتباط با خداوند که موضوع کمک زیاد شاید طولانی تر شود، مگر ما میخوایم سوالات مختصری بکنیم تا جوابای مختصری ببینیم، چون نزدیک ماه رمضان است و موضوع وقت مهمتر است که ارتباط را چگونه با خداوند تقویت کنیم. یا تا به حال بر خودتان احساس کردید که در لحظات سخت زندگی خداوند به شما کمک کرده؟ دقیقاً عمران عزیز و دوست داشتنی ما، چون الله متعال و هزاران مرتبه مهربان‌تر از پدر و مادر برای امو بنده هایش هست و در لحظات بد و لحظات سختی که همه ما فکر میکنیم دیگر امیدی نیست، دیگر کسی نیست که ما را کمک کنه، فقط کافی است که به شمار تماس پروردگار که 222 دو رکعت نماز، 2 بجه شب، 2 قطره اشک رجوع بکنیم و بهترین و امو چیزی که میخوایم را برای ما خدا در قسمت ما باشه میرسونه. چون که نماز تهجد که میگیم تیره هست که هیچ وقت از هدف خطا نخورده و مثل از این حالت حتی خود من خیلی موارد سخت و مشکلاتی را سپری کردیم که تنها کسی که تونسته برای کمک بکنه و رسیده پروردگار عالمیان بوده و پروردگار مهربان بوده. خب جناب دکتر صاحب، اگر شما برای ما بگین که در شرایط فعلی جهان که هر چیزی که میبینه، اگر صفحات اجتماعی است که خیلی مردم سر دچار صفحات اجتماعی هستن که این چیزا خیلی مردم از ارتباط با خداوند دور میکنه، در شرایط فعلی جهان چگونه میتونه ارتباط خود با خداوند تقویت کنه؟ امران عزیز، انسان نمیتونه ملعق در هوا بمانه. انسان دو ارتباط داره، یکی ارتباط با خدا، یکی ارتباط با شیطان. یعنی هر زمانی که انسان ارتباطش با خدا قوی تر میشه، ارتباطش با شیطان قطع میشه. ولی هر زمانی که انسان ارتباطش با شیطان بیشتر میشه، ارتباطش با خدا کم رنگ تر و ضعیفتر میشه. و خودم شاهد بودیم کسانی که در صفحات مجازی غرق بودن، نمازهای عصرشان، نمازهای خفتنشان به قضا رفته و صبح وقتم که ناوقت بیدار شد نماز صبح به قضا رفته و حدیثش داده. پس اینجا ببینید ارتباط انسان با خدا با نماز بیشتر تقویت پیدا میکنه. ارتباط انسان با نماز هست. چرا؟ تو زمانی که در مقابل پروردگار در نماز استاد میشی، ملاقات پروردگار در اونجا آغاز میشه. ولی زمانی که ما در صفحات مجازی سوشال میدیا به حد غرق هستیم که نماز از یاد ما میره، آنقدر مورد زمزمه های آهنگ ها خود ما قرار میتیم خود را که تلاوت یاد ما میره، آنقدر دچار وسوسه های بد شیطانی خود را قرار میتیم که ذکر خدا یاد ما میره. اینجا در همچون شرایط، در همچون وضعیت من فکر میکنم که یکم از سوشال میدیا، صفحات اجتماعی ما کم بکنیم و سمت نمازی که فرض هست و خدا از ما پرسان میکنه و روزی که ما یک سال منتظر یک ماه رمضان میشیم که روزه بگیریم. ولی ببینید در اساس رکن اسلام اول کلمه، دوم نماز تیم روزه گفته. اول تو نماز پا برجا بساز، برپا بساز، برگزار بساز، بعد برو روی روزه فکر بکن. و حتی ما کسانی رو میبینیم که در ماه رمضان روزه میگیرن و نمازش قضا میشه. پس اینجا است که ارتباط انسان با خدا کم رنگتر میشه ولی ارتباطش با شیطان قوی تر میشه. وقتی که انسان شیطان باید غلبه کرد و قوی شد و حاکم شد، تو دیگه از نماز و از ذکر و از مدیتیشن خلوت با خدا دور هستی. فقط سرکار شده اینترنت، سوشیال مدیا، ویدیو، فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک. ما وقتی که در صفحات مجازی واتساپ 1 ساعت وقت داریم با یک دوست ما در یک گروه، در یک شخصی با او درد دل بکنیم، قصه بکنیم، ما با یک بیخی بجای ما شرم است که ما 5 دقیقه وقت برای ذکر و یاد خدا نداشته باشیم، بر نماز با خدا، با ملاقات با خدا نداشته باشیم. این از اوج ضعیفی ایمان ما است که ما از ملاقات پروردگار ما در فرار هستیم، در فرار نباشیم. دلیل از این چی بوده میتونه که در وقت مشکلات همیشه یاد خدا رو میکنه، سر به سجده میبره، ولی در وقت خوشحالی، در وقتی که راحت میباشه مکمل باز یاد میره، اما رابطه
ضعیف می باشه. دلیل ازی چی بوده؟ اگر واقعا انسان یک معرفت کلی از خدا داشته باشه، چون خب پروردگار عالمین گفته ما شما رو در حالتهای متفاوت امتحان میکنیم، بله. در خوشی و در غم. در خوشی هم امتحان میکنیم، در غم هم. ولی متاسفانه ما چون شناخت کامل از خدا نداریم و معرفت درست از خدا نداریم، زمانی که خوشحالی از فکر میکنیم همه چیزها برای ما داده شده و وسوسه های شیطانی به حد زیاد میشه که ما خدا رو فراموش میکنیم. فکر میکنیم این تمام چیزایی که بعد آوردیم از تلاش خود ما بوده، بله. نه لطف خداوند. شیطان بالای ما غلبه میکنه و حاکم میشه. اما زمانی که دچار مشکلات میشیم بازو متوجه میشیم که شیطان لعین باعث که ما همه چیز از دست دادیم و خدا هم از ما گرفته و حالا باید رجوع کنیم و سمت خدا و دوباره از او خدا بخوایم. بله. در حالی که وقتی که ما هر چی که داریم، میگیم هر چی که داریم هست نعمت و هر چی که نداریم هست حکمت، به هر دو حالش باید بگیم سپاسگزار هستیم، شکرگزار هستیم. ولی متاسفانه انسان‌ها به حد مصروف و غرق دنیای خودشان با شیطان شدن که زمان دارایی هایشان هیچ تفکر، تدبر، تعقل به خداوند و نعمت‌های پروردگار ندارن. اما زمانی که هیچ چیزی به سمتشان نمانده، هر چی هم چیز داشتن از دست بدن، باز وقت میمونه و یاد خدا و ذکر خدا میمونه. بله. خب این کارا رو که یادم کنه که شما کمیال ذکر کردین، طبعا احساس میکنه که ارتباطش با خداوند ضعیف شده. خودتون اگه در این شرایط باشین که حس کنین که ارتباطتون با خداوند ضعیف شده، چی کار انجام میتین تا دوباره تقویت بسازین؟ گفتم از اول ارتباط ما رو با شیطان قطع بکنیم. این چیزایی که باعث وسوسه شیطانی میشه و خیلی مردم عادت‌هایی دارن، اینا رو باید دور بکنیم، حذف بکنیم. دوم، من فکر میکنم اولین مرحله که خودم از خودم شروع تا با دیگران، خود را بتونه ارتباط قویه، ارتباط خوبه، ارتباط سالم با پروردگارش، ارتباط بی‌نقص برگزار کنه و خود را رفیق و شفیق پروردگار و خداوند رفیق شفیق خودش بسازه. اولی که برای نمازش پابند باشه. اولین رکن بزرگ اسلام که امان نماز هست و امو میگن که روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. ارتباط ما وقتی با خود ما ضعیف است، در آخرت هم جوابش خیلی سخت و دشوار خواهد بود. و اینکه ما از نمازهایی که قضا کردیم و نحوهای مختلفش که امتیازات بزرگ خوبه به زندگی ما داره، ما نتونستیم استفاده کنیم، پیش پروردگار چی جواب بدیم. و دومی که یکم فکر بکنیم روی ذکر و عبادت‌های که در کلام هست، خیلی نیاز به جای مخصوص نداره، نیاز به این نداره که تا پیغمبر بزرگوار اسلام که بالاخره بگوییم معصوم بود، بیگناه بود، در روز 100 بار از پروردگار استغفار میخواد، از خدا طلب مغفرت میکرد. ما بنده های گناهگار، بنده های عاصی و بنده هایی که بالاخره تمام مشکلات دنیا به سر ما هست و میبینیم، تجربه میکنیم، چرا ذکر خدا نکنیم؟ چرا یاد از خدا نکنیم؟ چرا استغفار نگوییم؟ چرا الحمدلله نگوییم؟ چرا سبحان الله نگوییم؟ چرا الله اکبر نگوییم؟ دو کلمه ای که به زبان خیلی ساده هست اما ارتباط انسان با پروردگار خیلی قوی و بزرگ میکنه و حتی در ترازوی اعمال خیلی وزن بسیار بزرگ ایجاد میکنه. مثلا نیکی های سبحان الله و بحمدی سبحان الله عظیم، چرا استفاده نکنیم؟ چرا نگوییم؟ استفاده کردن و گفتنش در یک دقیقه شاید 60 الی 70 بار میتونیم ذکر کنیم که ارتباط ما رو خیلی قوی میکنه. ولی ما متاسفانه آنقدر درگیر دنیا شدیم که فراموش کردیم که چیزایی هم داریم به عنوان مسلمان که باید انجام بدیم که از انجامش ما غافل هستیم. و با این ذکرها، با نماز، با خلوت با خدا، با نیکی کردن برای بنده های خدا میتونیم ارتباط ما رو با خدا قوی تر بسازیم. خب شما یک تجربه تون میتونید بر ما بگین از وقتی که دعایتون مستجاب شده؟ بله. در قدم رو از 30 سال قبل دچار یک مریضی خیلی خطرناک شده بودم که فامیل هم در جریان هست و همگی در یک وضعیت مانده بودم که بالاخره راه حل نداشت. یعنی هر طرفی که میرفتیم به هر سمت، هر انسان هایی که رجوع کردیم نشد. اگر چی در اون زمانی که به انسان رجوع میکردیم دعای ما به خدا بوده، اما یک شب کلا شب تا صبح گریه کردم و امو بستر خود را جدا کردم و دعا میکردم که خدایا مصیبت و مشکلات خود زادی راه حلش هم به سمت و این 5 ماه یا 6 ماه که ما به سمت بنده های رجوع کردیم راه حل نداشتن. فقط 24 ساعت پوره نشده بود که من لبیک پروردگار را دیدم و اون مشکلی که در 5 ماه بنده ها از انجام و حلش عاجز بودن تمام شد و بالاخره سرانجامش حل شد و یک بار دیگه من فلج شده بودم
دقیقا سال 91 بود 99 بود یا 400 یک عملی عصبی فلج شدم و سمت چپ حرکت نمیکرد، مکمل سمت چپ فلج بود. هر راهی که بالاخره طرفی که رفتیم دارو درمان فکر کردم نشد. فقط یک شب با اوی که بهش یک دکتر مراجعه کرده بودیم دواهایی گرفتیم، ولی شب تا صبح من فقط به خدای خود راست نیاز کردم، چون فلج بودم. هر کسی که میامد گریه میکرد. من گفتم خدایا سالم بودن و تن سالم و مریضی رو تو برام دادی و اگه که بخوای مریضم باشه و فلجم باشه حرکت نکنم، من بعد از تو هست و تو میتونی که فقط این برام بسازی یا نسازی. ولی اینمی گریه های مادر و پدرم و می گریه هایی که قومم خیشم به حال ما میکنه، یا فقط تو بیننده هستی که میتونی تبدیل به شادی یا به هر چی بکنی. که فقط عمران عزیز شب صبح نشده بود که آیسته آیسته دست پای حرکت کردن کرد. ساعت 8 صبح یا 7 صبح ما مکمل ساچم حرکت میکردم، کلا خودم به پای خودم راه میرفتم. موقعی که فلج بودم که خیلی دردهایش کشیدم و خیلی رنجهایش برام. دکتر عاجز بودن؟ بله و خیلی کسا میگفت که دیگه جور نمیشه، چون عملی عصبی رو خیلی کسا که دیده فلج شده دیگه جور نشده. ولی من فقط ساعت 7 صبح بود که دوباره تونستم بخیزم، خودم حرکت بکنم، دستم حرکت بکنم و خیلی این چیزایی بود که خودم دیدم و از خیلی موارد دیگه هم هست که خود تجربه کردیم که گفتم شمار تماس پروردگار 222 دو رکعت نماز 2 بجه شب 2 قطره اشک بریزم یک بنده عاجز و گناهکاری که اصلا هیچ کار نیست از خدای خود بخواه و میگن که نماز و تهجد هم مانند تیری است که هیچ وقتی از هدف خود خطا نمیخوره. خب بشک بسیار یک خاطره خوبی بود. وقت احساس آرامش می داشته باشه آدم که یک پشتیبان داره که مثلا هر ناممکنی را ممکن میسازه. خب چی چیز باعث میشه که در روزمرگی من احساس نزدیکی بیشتری به خداوند داشته باشیم؟ هر زمانی که واقعا حضور خداوند به زندگی ما بیشتر شوه، آرامش بیشتر درون آرامش داریم. ذاتاً هیچ چیز برای ما کسی نداره ولی خوشحال می باشیم. هیچ چیزی کاری برای ما کسی نکرده ولی حس میکنیم باید خوبی بکنیم. خدا در تایم‌های مختلف خودش برای ما آلارم میزنه که به سمت نمازت برو، وقت نماز شده، وقت وضو شده، وقت طهارت، از بدی ها دور باش، از بدی کردن دور شو و خود را به سمت خوبی و خوشحالی سوق بده. تا که معمولا دوستان ما خودم واقعا میبینم که در زمانی که شاید گرمای خیلی زیاد باشه و قابل تحمل نباشه، وقتی میبینیم روزهای دوشنبه و پنجشنبه را میگیرن، ما واقعا حس میکنیم واقعا خدا به زندگیشون اوج داده، رسیده، ارتباط با خدا دارن. وقتی که از افسردگی دور هستن، وقتی که از نارامی های مشکلات روحی دور هستن، وقتی از نداشته هاشون شکایت نمیکنن، وقتی از داشته هاشون شکرگزاری میکنن، اینا حضور خدا در روزمره به زندگی ما هست. نه بشک. خود در آخر حرفایتون خیلی تاثیرگذار بود، خیلی مفید بود. من خیلی مفید واقع شد. خب وقت برنامه کم است. در آخر ماه رمضان نزدیک است. ماه رمضان خودتون میفهمین که ارتباط با خداوند چقدر عمیق‌تر میشه. چی گفتنی دارین خودتان برای خودم و برای بیننده عزیز؟ سلامت بخیر باشین عمران عزیز. فقط میخوایم یک تقسیم اوقات بر دوستای ما بگویم که بعض دوستا وقتی پرسان میکنن که مثلا قرآن کریم را در چقدر وقت میتونی ختم بکنی، اونا میگن مثلا من نمیتونم ختم بکنم، مسئولیت دارم، کار دارم، می دارم، نمیتونم در روز بیشتر مثلا قرآن کریم بیشتر تلاوت بکنم. من فقط یک تقسیم اوقات رو برشون میگم. منتظر رمضان نمانین. شما 5 وقت نماز میخونین، صبح، چاشت، دیگر، شام، خفتن. در هر وقت نمازی که خواندین قرآن کریم رو باز کنین، فقط 5 صفحه قرآن کریم تلاوت کنین. فقط 5 صفحه. بسیار کم، وقت زیاد نمیگیره. در 5 باری که در نماز 5 وقت روز میخونی میشه 25 صفحه الی 30 صفحه در کل قرآن کریم. در هر روز شده 1 صفحه تلاوت قرآن کریم. و هر روز 1 صفحه در ماه 30 روز 30 صفحه قرآن کریم تلاوت کردی و ختم شد. یعنی در طول سال تو 12 بار میتونی بدون کدام مشکل ختم قرآن کریم داشته باشی بدون اینکه انتظار بر رمضان بکشی. بله. و آرزو دارم که قرآن کریم بر دیزاین دیکور تاقچه های خانه های ما نباشه. قرآن کریم چیزی نیست که بعد از مردن که وقتی سر مرده ها میخوانند درد رو بیشتر درمان کنند. این قرآن کریم بر راهنمایی به زندگی ما شماست. بله. ما قرآن کریم عربی رو نخوانیم، بریم یکم به تفسیر قرآن کریم دست بزنیم، تلاش بکنیم تا درک بکنیم که قرآن کریم که وقتی میگیم کتلاک زندگی ما است چه راهنمایی هایی برای ما کرده. ولی خود نمیشه که یک نفر که مرد ختم قرآن کریم بگیریم خونده بریم، از معانیش معلوم نباشه، از تفسیرش نفهمیم، از اونمو تاثیراتی که به زندگی ما داره نفهمیم،
حتی با امروز عزیز برای ما دردآور است از کسانی که مسلمان بودند خودم شنیدیم که میگه قرآن کریم چی فایده تلاوت بکنیم. باور بخواد که من خیلی دمو رو دیده که شاید خیلی گیره کرده باشم یک مسلمان همچین کلمه بزنه که قرآن کریم چه فایده تلاوت بکنه، در حالی که خب بفهمیم که قرآن کریم تنها کتابی است که هیچ مشکل و خالیگاه نداره و کتلاک زندگی ما هست. پس چطور میتونیم از روی گردون شیم؟ توصیه من است که انتظار به رمضان نباشیم. اعمال نیک، اعمال خوب، صبر، تحمل و بردباری، بد نگفتن، بله. نماز، روزه را پیش از اینکه رمضان فرا برسه تمرین بکنیم و یک سال از عمر ما زندگی میکنیم. 365 صفحه از شروع سال تا حالا بیشتر از 300 صفحه را ما سپری کردیم. یک بار تفکر بکنیم که این 360 صفحه که کتاب ما هست و از این 330 صفحه نزدیک به گذشتن هست، یعنی 324 صفحه از ما نوشته کردیم. اعمال روزمره ما چه کردیم؟ چی می‌دونید خاصه؟ این هنوز که از این کتاب که قرار سال تکمیل شه فقط مونده یک 34 یا 35 صفحه ازی یک کتاب زندگی یک سال تکمیل شه. پس اعمال ما چی هست؟ آرزو میکنم که با کتاب خواندن سال 403 که زندگی خود ما است هیچ کسی پیش خود و خدای خود خجول و روسیا و خجالت نشه. بسیار زیاد تشکر از شما، وقت حرفایتون بسیار تاثیرگذار بود. خب دوستای عزیز، در انتها بیایید از خود بپرسیم آیا در لحظه از زندگیمان خداوند را در کنار خود میبینیم؟ باید داشته باشیم که او همیشه منتظر است تا در سکوت دل با او نزدیکتر شویم. تا برنامه‌های بعد در پناه الله متعال باشید.